پرورش تاباوری کتابی است که ما رو میبره تو فضای خانواده. خانواده رو به عنوان مجموعی از همسران، یعنی زن، شوهر و فرزندان و سایر بستگان و متعلقاتی که شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، عموها، عمه ها و خاله ها، راجع به این به طور کلی داریم صحبت میکنیم. پس یه مجموعه بزرگ. آره اعضای اصلی و سایر اعضایی که میتونن به شکلی با خانواده در ارتباط باشن. پرورش تاباوری اثر کریستوفر ویلارد هست. پیش از اینها از ویلارد کتابای دیگه‌ای هم ترجمه شده. همکاران عزیزی، ناشرین محترمی، این کتابا مجموعی از برگزیده از آثار کریستوفر ویلارد رو به ایران به فارسی آوردن و از این جهت اسم شناخته شده ای بود. این کتاب خاصیت و قابلیت قشنگی که داره، به این سوال سعی کرده پاسخ بده که چه فایده داره اصلا ما خوب باشیم؟ توانایی و تاباوری به چه دردی میخوره؟ این خوب بودن چرا خوبه؟ و وقتی راجع به این صحبت میکنیم که بله بخشش خوبه، مهربانی خوبه، هوش خوبه، رأفت خوبه، خودشفقتی خوبه، یا همه مفاهیمی که اساساً مفاهیم مثبت زندگی ما تلقی میشن و ما، منظورم از ما نوع بشریه، همه دارن تلاش میکنن که این مفاهیم رو، مفاهیمی مثل صلح، مهربانی، بخشش، رأفت، مهربانی با خویشتن، عدالت، برابری، خب همه دنیا به این قائلن که اینا کلمات با ارزشی هستن، در واقع ابر ارزش ها هستن. پرورش تاباوری این نکته رو مورد تاکید قرار میده که چرا خوب بودن خوبه. پاسخ به این سوال رو مبتنی بر مشاهدات و مطالعات سعی کرده ویلارد جواب بده. و اما اتفاق قشنگتری که میفته، ویلارد یه نگرش کوچولویی و یه نیم نگاهی هم به خرد و حکمت شرقی داره. از این جهت با سایر کسانی که در حوزه تاباوری دنیا اسامی بزرگی هستن، یعنی در واقع ما اونا رو به عنوان بیگ نیم میشناسیم، ویلارد از این جهت متفاوته که خیلی به مشرق زمین و خرد و حکمت و نوع توانایی و اون چشماندازی رو که در مشرق زمین ارائه شده نگاه داره، توجه کرده. از این جهت کتاب پرورش تاباوری میتونه برای خانم ها در شأن همسری و مادری و همینطور میتونه برای آقایون در شأن همسری و پدری و البته برای فرزندان که چگونه دختر خوبی باشه، چگونه پسر خوبی باشه، چگونه فرزند خوبی باشه صرف نظر از جنسیتش، میتونه خیلی راهگشا باشه. و البته من توصیه میکنم همکاران عزیزمون که کار خانواده درمانی و زوج درمانی انجام میدن حتما این کتاب رو ببینن و خوشحالتر خواهیم بود که نظرات خودشون رو به نحو مقتضی بازخورد بدن و ما رو از بازخوردهای اصلاحی خودشون بی نصیب نذارن. شما میدونید که هر کتابی که زمانی که حالا شروع میکنید به ترجمه یا خوندن و اینها، اول از همه اینجوریه که این کتاب یک هدفی داره، یک سوالی میپرسه و در پایان کتاب تو باید حالا به این سوال جواب بدی یا به اون هدف برسی. داشتم به این فکر میکردم چقدر قشنگ این سوال رو پرسیده که چه فایده ای داره اصلا ما خوب باشیم. واقعا قبل اینکه خوب باشیم چرا باید این کار رو بکنیم و اصلا چه هدفی از این کار هست. توی این کتاب سرکار خانم ویلارد استدلال میکنه که مهربانی یه آیینه، اصلا یه هوشه، یه ذکاوته، یه کیاسته، یه فرصته برای انسان بودن و بهتر و بیشتر انسانیت رو پاسداری و صیانت و حفاظت کردن، یا بخشش به هم میشه. اینا ابر ارزش های زیست روانی و اجتماعی انسان ها هست.